از عذاب قبر پناه می‌خواهیم، از عذاب قیامت پناه می‌خواهیم، از آتش جهنم پناه می‌خواهیم، از دجالان امروز پناه می‌بریم، به تو پناه می‌بریم. به داد ما برس پروردگارا، ما را ببخش. پروردگار ما را در دنیا خیر نصیب بگردان، ما را در آخرت خیر نصیب بگردان، ما را از آتش جهنم نگهدار. پروردگار از کبر و غرور ما را نگهدار، از مداهنت ضعیف الایمان ما را نگهدار. الهی ما را از علمی که به نفع ما نیست نگهدار، به تو پناه میبریم. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. پروردگارا رب العالمین، بیشتر از 40 روز که ما گناهکاران روسیا در این مسجد در خدمت عهد و پیمان تو بودیم که قرآن کریم است، این داشته های ناقص و ناتمام ما را بر رحمتت کامل منظور بگردان. این داشته های ناقص و ناتمام ما را بر رحمت و کرم و فیضت منظور بگردان. پروردگارا خودت گفته ای یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بنده هایی که ظالم هستی، بنده هایی که به نفس خود ستم کرده ای، سرانجام گفتی که لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشد. از این اساس ما اگرچند میدانیم از فرق سر تا ناخون پا غرق گناهیم، مگر خود گفته ای که ناامید نشوید. این دستان ظالمانه ما را، دستان مجرمان ما را خالی بر روی ما بر نگردان. پروردگار در حدیث مسلم به ما روان کردی، از پروردگار بالا عذر را کسی دوست ندارد. از این رو کتاب و پیامبر روان کرده تا مجرمان عذریه کنند. پروردگار ما امروز قرآن و حدیث در اختیار ماست، ما خود ما همه گناهکارانیم. خودت گفتی که از من عذریه بخواهید. ما همه روسیا و گناهکار به یک صدا میگوییم که پروردگار عذر ما را پذیرا شو. پروردگار تو صادق هستی، همچو بنده ها نیستی. از بنده معذرت بخواهیم به زودی راضی نمی شود، مگر خودت پیشنهاد کردی. ما معذرت میخواهیم، گناه ما را ببخش، گناه ما را ببخش، عذر ما را بپذیر. روسیاییم، اگر ما را نبخشی دروازه دیگر نداریم جز دروازه تو. هیچ دروازه بروی ما باز نیست، همه مانند ما نیازمندن. الله الصمد، یگانه ذاتی که از همه بی نیاز، همه به او نیازمندن تویی. ما نیازمندان را ببخش، ما نیازمندان را ببخش. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگارا ما به نفسهای خود ما ظلم کرده ایم، اگر تو ما را نبخشی رحم نکنی ما تباه و برباد می شویم. پروردگارا ما را ببخش، پروردگارا ما را ببخش. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. پروردگار ما را در دنیا خیر نصیب بگردان، ما را در آخرت خیر نصیب بگردان.
ما را از آتش جهنم نگه. پروردگار تاب و مقاومت نخی گوگرد را نداریم، چی جایی رسد که با آتش جهنم سوزیم. به رحمت و کرمت ما را نگه دار، به رحمت و کرم خواهران ما را نگه دار، مادران ما را نگه دار، برادران ما را نگه دار، امت اسلامی را نگه دار. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. پروردگارا ما را ببخش، بر گناه ما پرده انداز. پروردگارا ما را بر دشمنان نصرت بفرما. پروردگارا رحم بفرما. پروردگارا کافران را شکست نابود بگردان. اللهم انا نسألك فعل الخیرات. پروردگار از تو کار خیر می طلبیم، از ما کار خیر بگیر. و ترک المنکرات. پروردگار ما را به گناه توفیق مده. و ترک المنکرات و حب المساکین. پروردگارا دوستی مسکینان را در دل ما بینداز، دوستی یتیمان را در دل ما بینداز، دوستی معلول و بیوه و یتیم را به دل ما بینداز. پروردگار از کبر و غرور ما را نگه دار، از مداهنت ضعیف الایمان ما را نگه دار. پروردگار و اذا اردت فتنة فی قوم توفنا غیر مفتون. انگام قومی را عذاب میدادی، ما را عذاب مده. اللهم انا نسألك حبک. پروردگار دوستی خودت را از تو می طلبیم، دوستی خودت را از تو می طلبیم. و حب من یحب. آنانی را که دوست داری ما با ما دوست بگردان. و حب عمل یقربنا الیک. اعمالی که ما را به تو نزدیک می سازد توفیق بفرما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. پروردگار دلهای ما را از نفاق پاک بگردان. پروردگارا دلهای ما را از دوگانگی، زبان ما یک چیز میگوید، قلب ما دیگر چیز میگوید. این نشان ایمان نبود. امت در این بحران تباه شدن، امت در بدن شد. پروردگارا در حدیث گفتی آیت المنافقی ثلاث. این نشانه ها خب از مؤمنان نبود. امروز مؤمنان نشان منافق دارند. پروردگار ما را از این مشکل پاک بگردان. و السننا من الکذب. پروردگار زبانهای ما را از دروغ پاک بگردان. امت در بحر دروغ غرقند، امت در مصیبت دروغ تباه شدند. همه دروغ را مشروع می دانند. بازار دروغ چنان گرم شده و براستی جای نمانده. پروردگارا، پروردگار زبانهای ما را از دروغ نگه دار.